پروین فایز و اعضای دسته ریزوکورونی نزد بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه وسه میباشد. در صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی تحصیل نموده دستاوردهایش در این حجره منزل استقامتیشان گرد آورده شدند. بین مکافات‌ها این سپاسنامه‌ها برای فعالیت خوب ریزوکاری او از مقامات‌های گوناگون تقدیم شدند. مدت 3 سالی فعالیت در دسته ریزوکورون به نتیجه خوب نائل شده است. منفعت اساسی که برای من فعالیت والنتیاری آورد این بود که من وقتی که اولین مرتبه به این محفل اعضا شدم، یعنی سخن نمی‌کردم، با دیگران گپ نمی‌زدم، شرم داشتم از دیگران و در بین مردم عموما من سخن کردن نمی‌توانستم و این محض فعالیت والنتیاری بود که من در بین این همه مردم، در بین یعنی اهل ریاست برآمدهای در مجلسگاه‌های کلان یعنی برآمد می‌کنم و همچون یعنی والنتیار میتوانم که عقیده های خود را میتوانم که مفکوره خود را در بین مردم فهمونم و همون مقصدی که دارم در بین مردم فهمونده دهم. در دوره که بیماری کووید 19 آدمان را به تشویش آورده جامعه به دستگیری نیاز دارد. در چنین وضعیت مرکب پروین خود را در کنار نگرفت. در این دوره او و دیگر ریزوکوران در سمت پیشگیری این بیماری کارهای معینی را اجرا می‌نمایند. از کاری که ما در بین مردم می‌گذرانیم، از کارهای فهماندهی که در بین مردم ما می‌گذرانیم، البته ما بهره کلان می‌گیریم که مثلا اگر ما یک نفر همون شخص از همین پنجشنبه کرونا ویروس اگر ما جان یک نفر رو نیز اگر ما نجات دهیم، این برای ما یک اقدام خیلی بلند است، زیرا این یک بیماری می باشد که این بیماری تا حال یعنی توابت خود را نیافته است. بنابراین ما می توانیم یک سهم کوچک خود را در بین مردم گذاریم که با آن همین توسط کارهای تبلیغاتی ما می توانیم که آن را عملی نماییم. ناحیه وسه بخش کار با جوانان و ورزش اعضایان دسته ریزوکوران نصف روزی همه روز جمع می‌آیند. کووید 19 کاری آنها را بیشتر نموده است. پروین و سیاحت همراه فعالیت می‌برند. آنها پیشرفان دسته ریزوکوران میباشند. نیمه اول سال 2020 که بیماری کووید در جهان رسما اعلام گردید، فعالیت والنتیاری در حدود ناحیه وسه یکجا با اهل گروه کارهای زیادی تشویقاتی و ترغیباتی را به انجام داد. همچنین اصولهای فهماندهی خانه به خانه، های تشویقاتی و ترغیباتی یعنی تقسیم نمودن برشوره ها، همچنین تقسیم نمودن نقاب ها با تعداد خیلی زیاد مثلا تا 1000 دانه از طرف والنتیاران به مردم یعنی تقسیم کرده شد و همچنین کارهای فهماندهی نیز برگزار گردید. همه شخص والنتیار شدن نمیتواند، همه شخص تنها والنتیار شدن میتواند که صدقاً وطن خود را دوست می‌دارد و برای وطن خود یگان جان خود را حتی دریغ نمی‌دارد. طبق نظامنامه فعالیت والنتیاری شخص در مدت 3 سال به حیث والنتیاری موفق شده میتواند، یعنی مدت 3 سال لازم است که شخص همچون والنتیار فعالیت کند و وابسته به سطح انکشاف در مدت 3 سال همچون والنتیار موفق در جامعه نام برآورد. این جمع آمدی نوبتی ریزوکوران در بخش کار با جوانان و ورزش میباشد. در دوره کووید 19 قاعده‌های بهداشتی را رعایت کرده مسافر را رعایت میکنند. موضوع این همایش برگزاری اکسیای نوبتی ترغیباتی میان اهالی است. این نوبت که اوج نوی بیماری کرونا ویروس و جان آدمان تهدید دارد، عاید قاعده‌های بهداشتی از بیماری کووید 19 و راه‌های پیشگیری آن تقسیم چنین ورقه‌های اطلاعاتی به اهالی پیش بینی شده است. فرزانه نعمتزاده وظیفه مدیر بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه وسه را به دوش دارد. فعالیت دسته ریزوکوران هم تحت سرپرستی او قرار داشته طبق نظامنامه معین در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عمل می‌نمایند. در سال 2020 محفل پیروان پیشوای ملت نزد بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه وسه 50 اکسیاهای تبلیغاتی و تشویقاتی با تقسیمات های موادهای اطلاعاتی برای اطلاعاتناک گشتن شهروندان از بیماری سیرایتی کرونا ویروس و چی طور خود را از این بیماری ایمن نگاه داشتن برگزار نمودند و با اصول های خانه به خانه، کوچه به کوچه و در نزد بازارهای مرکزی، جایهای جمعیتی هم روزه هر هفته منتظم برگزار نمودند و در مبارزه بر همین بیماری سیرایتی کرونا ویروس سهم ازنده خود را گذاشتند. بعد شناسایی با برنامه کاری ریزوکوران به اکسیای نوبتی سفربر می‌گردند. در دوره کووید 19 در قطار دیگر نهادهای دولتی در پیشگیری پنجشنبه بیماری کووید 19 ریزوکوران نزد بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه وسه سهم ارزنده می‌گذارند.
با اشتراک آنها در بازار جایهای سیرودم اکسیهای ترغیباتی گذرانیده شده. قریب همه روزه این جوانان را مشغول صحبت واخوری با آدمان دیدن ممکن است. در برابر اونه که волонтерان در کارهای جمعیتی کارهای تبلیغاتی تشویقاتی فعالانه شرکت می‌ورزند، در برابر این عیادت جوانانی که دارای معیوبیت هستند به عیادت آنها می‌روند. در همبستگی یک جای با بخش کار با جوانان در یک جایگی با عیادت جوانانی که در خانه ها هستند و در مرکز اجتماعی ستاره که در مرکز ناحیه واقع است با عیادت آنها می‌روند و از حال و احوال آنها خبر می‌گیرند. همین والنتیوری یک ساحه است که همین شخصیت انسان رو دیگر می‌سازد، یعنی که برای انسان اخلاق خوب، تربیت خوب، همین دانش خوب نیز می‌دهد. هرچند کلمه والنتیر ترمینی نباشد، لیکن ملت تاجیک از زمانهای قدیم با نیکی و نکوکرداری و فضیلت‌های نیک انسانی فراگیر بودند. ریزوکاران نه تنها در مرکز ناحیه همچنین در دهات فعالیت برده ایستادند. این آدمان خلعت سفید داشته ریزوکاران نزد مرکز تشکل طرز حیات سالم میباشند. در دهه چهارباغ جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف ناحیه واسه این دسته ها فعالیت میبرند. با این دسته ها زنان فعال دهات جلب گردیدند. در جماعت نوبتی دسته ها اوید راههای پیشگیری بیماری کووید 19 رعایت تازگی طرز درست شستن دست ها را متخصصان معلومات میدهند. بعد این جماعت اعضایان دسته ها با محله ها رفته اوید پیشگیری بیماری کووید 19 با ساکنان دستور می‌دهد. وزیر چخلی که در جهان تشویش آور شده است اوید بیماری کرونا ویروس همه را به تشویش آورده. ما از آن جمله یاری خودمون رو با گروه دسته جامعوی در بین اهالی رسانده ایستادیم. هر روز کار میکنیم، فعالیت میکنیم، فهماندهی داریم. اوید گیگینای شخصی، اوید گیگینای خانگی، اوید تازگی فهمانده دادیم. باید هر یک آدم در دهانش دهان بندک داشته باشد که محکم باشه، مثال دستشون با صابون، بعدی غذای حاجت، پیش از خوراک پختن، بعدی از مثال گامل کار کردن، چیکاری که مثال ای بیرون باید که دست با صابون شسته شود. در ناحیه واسه دسته ریزوکاران با نام اوانگارد نزد شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم فعالیت می‌نمایند. اعضایان این دسته قسم زیادشان جوانان هنرآموزان لیسه کسبی تکنیکی ناحیه هستند. فیروز نعیموف سردار این دسته میباشد. گروه اوانگارد نو تأسیس است. ما زیاده از 25 نفر رو نو با این گروه پیشنهاد کردیم در شهر که ناحیه واسه. مقصد اساسی ما در همین گروه اوانگارد با کووید 19 ما چندین سمینارها را گذراندیم. یک تا سمینار با همین نواکی در شهر کلو گذراندیم با اهالی ما شهروندان عامه فهمانی گذراندیم. بین شهروندان دا همین 4-5 نفر اعضای گروه اوانگارد خدم زیر دستو در منطقه اشتراک کردیم. مقصد با همون نقابایی که با شهروندان پیشنهاد کردیم چیزای مقصد داخل داره که با همین بیماری کووید 19 وابسته بود ما پیشنهاد کردیم. دسته اوانگارد در ناحیه واسه در دوره کووید 19 برای پیشگیری این بیماری بین آدمان در بازار و جایهای جمعیتی اکسیهای ترغیباتی گذرانیده آدمان را به پیش بردن طرز حیات سالم دعوت می‌نمایند. مقصد اساسی این اکسیا در اون است که مردم باید که به تعلق نیفتاده انا همون یعنی همون توصیه هایی که از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری تاجیکستان هر روزه برای مانده شدگی است یعنی کرده باشند انا همون دستان خود را زود با صابون شسته از موادهای آنتیسپتیک یعنی استفاده برام و نقاب یک کرده استفاده شونده و همزمان ما در این اکسیا که خود شما شاهد بودید همزمان مواد آنتیسپتیک و انا همون مواد نقابی که هست یک کرده استفاده شونده و مردم دسترس کردیم که خود و دیگران را از همین بیماری نگاه دارند. پروین فیضی و از فعالیت ریزوکاری خود به خواهرانش نقل میکند. او مقصد دارد که بعد ختم مکتب میانه هر کجایی نباشد این فعالیت را ادامه داده کمک خود را به نیازمندان دریغ نمی‌دارد.